در حق روشا سوریه و هولدان درخستنا فتنیان ده نابرا پیکاتیان ده ام دبینین گلک نرین و گاوه دردکوین به تایبت جباکور و رجلاتی سوریه و جناوا کردان بخواه. ابراهیم گلو که یک ریسپین کردان این لحرمیه در حق و مجاره ده آخوی و گوت دوی سوریا سبروژه سوریه که دموکراتیک نناوندی بهیزو یا گرتی به گوته ده مافی همو پیکاتیان وره پارستن. تاریکی جبونا سوری گوجی همی فئاتی هده کرد خواه عربی خواه سریانی خواه هر کس خودی باهر بید وی ولاتی ده ولاتی که گو دیمقراطی به بیشتی رژیم عباس هم که ظلم و زور ما ام گونه ولاتی که دیمقراطی وقت بانگا حوالی ما قصده وقت اداره ذاتی وقت اب چند سال ما بهتر کسی سیاست مدار کسی بیور همه ایل و عشیر و قبیله عربی ای کردی همه وقت بیشی بشیور و دارمستندر هات ترکیز کرن هات قبول کرن جبونا حکومتا گوبه ولات کی دیمقراطی به تعددی بلا مرکزی به هر کس شریکی بی ولاتی به طالما ام بی ولاتی ده ام خوینا خودی ده ام مادام ام سورینه ام خدمت گوره بر اوجلاندانی سالا کار و خدمت جرات کریه برات گرا اخوات الشعوب نقبا کردان مسیحیات چلکزیا آشوریا ارمنیا ایرو ام هر جوینا چیت کنم ام هر کار دکن ام سروی پروژه نمیشن متخیر ندیدی جو پروژه وقت رژیم عباس یا وقت پروژه گو آن که شرایطی داریم ساعت ها در باز بدل ما خوش بو ما گوت او گوتری خوش اول گوتم باشه بلکی کارم تشندبون گو بدها ثانی ما در باز ببین هر جم دعوام تشتابکن کوچبری ما وگرن بدیان خود به عشیر و قبیله خود چه هجم به سر روز آوا به سر جیگو کار متیده و خاصتا و سوریه عامتا ام قبول نکن ام قبول دکن سوریه کی دیمقراطی تعددی لا مرکزی وک راضی بنا همه شوخ و قبیله و ایل عرب و ایل کردا و ایل مسیحیا و ایل سوریانا ام حمو ارمنیا ام حمو چک دوی ولاتی دنه ام شریکی بی ولاتی نه ام بی ولاتی ام بپارزنجی و امی خودیه بینا بنجی ایش به زحمتی به امی به پاریزن به نرینه کی دیمقراطی براتی تعددی لا مرکزی انجا ام دکاری بن سوری به پاریزن ولاتی خو آبه بکن خوش بکن بانگامه